دوستان عزیز امروز 29 اپریل 2026 سال ساعت 18:40 در دوشنبه برف ژولا بریده است. بازی به من گفتن که خانه ما همینقدر زد که یگان چی نموند، نه انگور نه سیب، یگان چی نموند، همه را زده نیست کرد. این کار پیش از نصف روزی بود. این چقدر زدگی باشد که تا حاضره ساعت 20 کم هفته بیگو تا حاضره این برف ایستاده است. چقدر طبیعت بزرگی الله، حادثه‌های طبیعت چقدر بزرگند، میتوند در یک دقیقه همه رو زده نیست نابود کند. من این بود همدوران عزیز ژولا در دوشنبه.